همین خون شما سعی کنین رو عکس رو صفحه بزدم. خوب این میگه منشتر مثلا بخوری آرام است. سیب مثلا به ماه رمضان با پول حلال که بخری بخوری آرام است. فوتبال بکنی آرام است. و حساب و موسیقی که کل مردم استفاده میکنه. مثلا مردم به خونه خو از خارج زنگ میزنن، به افغانستان زنگ میزنن، از خانواده خبر میگیره، چیز میگیره. و حساب و چی گناه داره که تو میگه گناه کیر میکنه زن داشته، کیر میکنه خانه داشته. تو از کجا بیای ما تو اشته آدمی مثلا کدو مرده تو با جمع خون حساب کرد بتون مرده گو زن تو خر بگو از تو کچه زن شهرم نداری حیا نداری مثلا کیر من قیافت باشه کی باشه شده من قیافتو من سر حرام آمدم فیلم بازار دیسو بسه کنه حرام آمدم چیکار کنه من تو اشته خونی کدو کچه ما پیشش میشینه مثلا گپ در گوش میکنه با خدا قسم همین گپاتو میسیم ما نگاه خجالت میکشیم. مردم به کجا رسید ما به کجا رسیدیم. اما عبدالله مکره به خدا قسم راست میگه ما همون مردمیم فهمیدیم ما که اصلا به هیچ توجه نداریم ما همون مردمیم. عبدالله مکره مثلا خدا بیامرده مسلمانه میگو من بشو اون خلق مثلا اسمانو تا به خاطر منگه پر اوخان سپاریم یعنی که مردم به اسمانو بالا شد ما تالی بالا بو شطور سواریم. امیت مردم کستزن مردگه و خرکوس بیناموشی مثل تو مثلا تی ماشی ششته دور از اون مولا خوب باشه دور از اون مولا خوب باشه همیشه بیناموشی مثل تو ششته که به غرط فرد نمیفهمه این گوزات هست که هیچ چیزات هست که به خدا خجالت بکشن خواسته برو مثلا دوباره گوسفند برو سوزی بفروش برو کچالی بفروش من خیلی جوانای کار میکنه فهمی تو از اونم بیتر نی دیگه به هیچ گویم نمیفهمی تو اصلا انسان به کجایی عادت است همین مردم مثل شما من بیام مردر با در شدیم من خاک گذار صاحب واسه ما مثلا من کشور مردم مثلا به اونجا کارگری میکنیم بی ناموس کیرم کنه خانه دان داستو بیشتر باشه شهرم نداره یا نداری تو